در جامعه وقتی آمار ازدواج بالا میره، آمار امنیت بالا میره، آمار آرامش بالا میره. جرم و جنایت تو جوانهای مجرد 100 برابر اونهایی که متأهلن. این کار با بچه هامون نکنیم. مشکل ازدواج رو حل بکنیم، موانع ایجاد نکنیم. ازدواج کردن باید مثل آب خوردن باشه. وقتی در جامعه اسلامی سخت‌ترین کار ازدواج کردن باشه، زن حرام رایگان، زن حلال 500 میلیون، 1 میلیارد، کی به حلال رو میاره؟ زمانی که قحطی در نیشابور واقع شد، یکی از بزرگان میگه من فهمیدم که نام اعظم خدا نان است. وقتی قحطی در نیشابور افتاد، یکی از علما میگه من فهمیدم که نام اعظم خدا نان است. دیگه از مأذنه های مساجد اذان بلند نمیشد، دیگه کسی نماز نمیخوند چون نان نبود بخورن. ازدواج از نان خوردن مهمتره. برید کتاب‌های جرائم روانی جنسی را بخونید. مشکل ما که کتاب نمیخونیم، مطالعه نمیکنیم، آسیب‌های اجتماعی رو بررسی نمیکنیم. ما 12 میلیون بمب هسته‌ای و اتمی تو کشورمون داریم پرورش میدیم. این 12 میلیون جوانی که تو ترافیک ازدواج به خاطر مهریه، به خاطر چشم همچشمی، به خاطر شرطهای کمرشکنی که و تعجیزی که پدر و مادر عروس پیش پاش قرار میدن، به خاطر جهیزیه، به خاطر ولیمه، حتی به خاطر دستگل عروس خانم، به خاطر ماشینی که سوارش میشه. چرا به فکر این جوانان نیستیم؟ اذا جاءكم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. اگر کسی آمد که از دین و خلقش راضی بودید، وگرنه منتظر فتنه‌ای در خانواده باشید. شهوت دختر شیخ و پسر شیخ و ملا و حاکم و رعیت رو نمیشناسه. شهوت وقتی طغیان میکنه نمیفهمه که این دختر شیخ یا مولوی است یا عالمه یا خطیب جمعه است یا امام جمعه است یا شوراست یا حاکمه یا استاندار یا مسئوله یا فقیره. شهوت طغیانگره، نابود کننده است، جامعه رو فلج میکنه. هر جایی که جوانان نتونن ازدواج بکنن، ایدز بیداد خواهد کرد. ایدز یعنی سلب امنیت، ابولا بیداد خواهد کرد، افسردگی بیداد خواهد کرد. بیماری هایی در اون قوم رواج پیدا میکنه که در گذشتگان و اسلافشون شناخته نشده بود. به بچه هامون رحم بکنیم. وقتی ازدواج کردیم، اگر بچه دار نمیشدیم نذر گرفتیم، دعا کردیم خدایا بچه بده. حالا که داده قدرش نمیدونیم. انگار داریم ماشین میفروشیم، بز داریم میفروشیم یا میخریم. بعضی پدر و مادرها شرط میکنن مهریه 200 مسقال، 500 مسقال، 100 میلیون هم باید به خودم بدید، به پدر داماد، شیربها یا مادر ببخشید به پدر عروس یا مادر عروس. 15 تا 20 تا چمدان هم باید لباس بیارید، یک چمدان آبکلان باید بیارید، چند کیلو طلا باید بیارید، 50 تا 100 تا باید نعلین و کفش و دمپایی باید بیارید. میگه بچه ها من از سر کوچه پیدا کردیم، اینا پاره تن ما هستن.
چرا علما تو مجالس شرکت میکنن تو عقدی که مهریه 200 مسقاله 300 مسقاله حرف هم نمیزنن؟ در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده با برکت ترین ازدواج و زنی است که خرجش کم باشه، مهریه‌اش سبک باشه. یکی از راه‌های غنی شدن ازدواج کردنه. اگر باور نداریم این آیه رو بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. از همدیگه اراد نگیریم. این وسط سرمایه های ما برباد میره. میخوام با ازدواج دخترمون مال به دست بیاریم. پدر عروسی که شب اول عروسی میخواد دامادش که سبب میشه اون پدر بزرگ بشه. داماد انسان مثل پسر انسانه، عروس انسان مثل دختر انسانه. همین عروس و داماد سبب میشن که تو نوه‌دار بشی، پدر بزرگ. جایگاه پدر بزرگی نصیب بشه. بعضی پدرها و مادرها دامادشون شب اول عروسی چپاول میکنن، هرچی مال داره چپاول میکنن. 100 میلیون اینجا بده، 500 میلیون اینجا بده، 200 میلیون اینجا بده. این دامادته، این پسرته، این سرمایته. شب اول میخواد چپاولش بکنی. این چه نگاه بدی به ازدواجه. این پسر، این داماد تو که تو نیت چپاولش دارید، دیگه شوهری برای دختر تو نمیشه. نمیتونه دختر تو رو به عفت برسونه. ما حق داریم شادی بکنیم. دختر حرام مردم رو با نام خدا با حضور یک عالم برای پسرمون حلال کردیم. جشن عروسی جشن عفته. اما شب عروسی وقتی میخوان جشن بگیرن، دیگه به شیخ و ملا میگن کار شما تا همینجا تمام شد. ما به شما نیاز داشتیم فقط بیایید اینو برای این حلال بکنید، تمام شد، دیگه شما برو کنار. اصلا به اسم خدا هم دیگه والعیاذ بالله مسلمان ها میگن نیاز نداریم تو عروسی. تو جشن دیگه خدا قبول نداریم، تو عرض خدا رو قبول داریم، نام خدا برامون محترمه. اما تو جشن دیگه باید اینجا 10 تا ارکستر بکوبه. مسلمان ها دم در ایستادن، عروسی جشن عروسی پسر و دخترشه. یه نفر ایستاده دم در دست راست میگه کشیدنی میخوای؟ یه نفر ایستاده دست چپ میگه نوشیدنی میخوای؟ میدونی کشیدنی و نوشیدنی چیه؟ یعنی اهل دودی بفرمایی اینجا کلتو گرم بکن، 4 تا پیپ بزن، بعد برو تو عروسی. اگه اهل نوشیدنی مشروب هستید، مشروب توزیع میکنن. همین امروزها تو کشور اسلامی خودمون ارکستر مسته، زنهای جوان و جذاب نیمه عریان جلوش با کمال آرایش و هرچی طلا دارن پوشیدن آمدن میرقصن. چرا؟ تا دم صبح هم نخونه. یادم شب عرفات تا اذان صبح خواننده میکوبه، تا اذان صبح ملا گفت الله اکبر، اونها دست بر نمی داشتن. و 3 میلیون حاجی هم 6 میلیون دست بلنده تو صحرای عرفات نشستن. شخصی تو ماه رمضان، تو دهه آخر رمضان رفته بیانه داده به خواننده که بعد از رمضان عروسی پسرم شاید دیگه نوبت گیرم نیاد. بیانه داده به این بوتی، به یک قوال. اگر خدا به مال داده قرار نشده شادی بچه تو جشن عروسیش جامعه رو به خاک و خون بکشونید. ما تو استان خودمون تو عروسی کشته دادیم. 2 تا دوست همکلاسی تو دوران دبیرستان در خونه‌شون روبروی هم باز می شده. از پیش دبستانی تا دبیرستان با هم بودن.
یکیشون مشروب میخوره مکدون میزنه تو شکم دوستش. عروسی ساعت 10 شب تعطیل شد. کشته تو عروسی دیگه با موتور طرف خنجر دستش حق میزنه گردن طرف، مست سکرانه. تو عروسی سنگ پرانی میشه. چرا؟ امشب هم عروسیه. قرار نشده اگر تاجری بیاد جامعه رو تو جشن شادی پسرت و دخترت دفاع خون بکشونید که من میخوام شاد باشم؟ تو حق نداری. نه شرم تو حق میده نه قانون. حتی حق نداری بوخ اضافی بزنید تو جامعه با ماشینت، آلودگی صوتی رو ایجاد بکنید. حق نداری فضا مشترکه، جو مشترکه، تو حق نداری فضا رو آلوده بکنید. حق نداری سیگار بکشید. بعضی انسان ها باید کنده بشن جاشون درخت بکاریم. اونهایی که جامعه رو آلوده میکنن، پر از دود میکنن، باید کنده بشن جاشون درخت بکاریم. درخت خیلی بهتره. هم سبز چشم و دل نوازه، سبز طبیعته، هم سایه داره، هم ثمر داره. مهمترین کاری که درخت میکنه، فایده درخت این که در برگ سبزش کارخانه ای هست که دی اکسید کربن میگیره، شب تبدیل به اکسیژن سالم میکنه اول صبح. یکی از کارهای درختها، کارهای مهمشون این که گازهای سمی رو میگیرن، اکسیژن سالم رو تولید میکنن. حالا این آقای مسلمانی که پشت سر هم قلیون میکشه، تریاک میکشه، دود میکشه، هوا رو آلوده میکنه، حرمت این درخت نداره. باید جاشون درخت کاشته بشه. غیر از این که از چوبشون این قفس جلو من، این تریبون، میز، صندلی، کمد، تخت و دین اسلام دین ارزش هاست. اسلام در یک جمله، در یک کلمه بهداشت سلامته. اسلام یعنی سلامت، بهداشت سلامت. سلامت در همه میادین و ابعاد زندگی. این عروسی چشه؟ بگو 5000 نفر 10,000 نفر هم شام بدن، اکرام بشن، چیز از حاج ابراهیم کم نمیشه. ولی همین حاج ابراهیم میتونست 10 تا ارکستر اینجا بیاره، نماز جماعت اینجا ممنوع بشه. چقدر زیبا بود این نماز جماعت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند کل زمین برای من مسجد و طهور قرار داده شده. نماز جماعت با این شکوه تو مراسم عروسی. من پیشنهاد میدم به بزرگان قوم. ما چند شب پیش در رمکان جزیره قشم بودیم، 41 داماد یک شب. گروه اناشید اسلامی، علما، مسئولین، شیعه، سنی، همه 2500 3000 نفر آدم آمده بودن. تو یک شب 82 نفر رفتن به خانه بخت با یک مراسم، با یک ولیمه و پذیرایی. چقدر زیبا بود که اینجا 50 تا داماد کنار محمد بود. بزرگا بزرگی بکنن، ریش سفیدا بزرگی بکنن. خدا از بزرگی کمشون نکنه، ولی بزرگی بکنن. بزرگی به این نیست که جای بالا بنشینید، برات متکا بذارن جناب فلان اینجا تکیه بزن. تو بزرگی. بزرگی به کارهای بزرگه، به خدمات ارزنده و شایانه. چه شب بیاد ماندنی است امشب، غوغاست امشب. شادی ما آرامش جامعه هست. 3 روز پیش سازمان ملل اون روز شادی جهانی معرفی کرد.
آیا مسلمان ها امروز شادن، آرامش دارن؟ امروز مسلمان ها افسرده ترین انسان ها شدن. من جان داره تبریک بگم، تبریک به مناسبت سال نو. امیدوارم که سال تحول باشه تو منطقه، تو کشورمون، تو جهان. عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. همطور که میخوام تبریک بگم 3 تا تسلیت هم باید بگم. مسلمان تو شادیش هم غم دیگران رو فراموش نمی‌کنه. داستان حمله ناجوانمردانه و مغرضانه تروریستی به 2 تا مسجد نور در کشور نیوزلند. یکی از بچه‌های ما که دانشجو بود تو همان مسجد میگه من 10 دقیقه فقط دیر رسیدم. آقای ابراهیم حسینی قبلا مالازی بودن، با خانمش دیگه منتقل شدن به نیوزلند. یک کلیپی فرستاده بود که من 10 دقیقه دیر رسیدم، دیدم که نمازگزارا بیرون مسجد نور ایستادن. گفتم بریم داخل، گفتن نه نمیشه. گفتم بریم داخل، دیدم که همه دارن بیرون میان. هنوز نماز تمام نشده. بعد یکی گفت داخل یک کشته شده، 1 نفر از نمازگزاران کشته شده. گفت 1 نفر، نفهمیدم چه شده. بعد فهمیدم که یک فاجعه است. 50 نفر یک جا تو روز جمعه به رگبار بستن، 100 نفر زخمی، 50 نفرم زخمی. وقتی رئیس پلیس نیوزلند که یک خانم بود، جملات عربی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صلوات میفرستاد، گریه میکرد. پنجاه نفر کشتن، تا دیروز 360 نفر اونجا مسلمان شدن.